میدونی ویسکی‌های جک دنیلز چطوری ساخته میشن؟ به ایالت تنسی در جنوب آمریکا میریم. اولین و مهمترین قسمت برای ساخت ویسکی با کیفیت تامین آب از این چشمه است. آب این چشمه با سنگ آهک فیلتر شده و حاوی آهن نیست. ماده اصلی ویسکی‌ها غلاته که تشکیل شده از 80% ذرت با کیفیت و 12% جو مالته. غلات‌ها رو داخل دستگاه خردکن میریزن و بعد از خرد شدن به آب چشمه اضافه میکنن. این مخلوط چندین ساعت حرارت داده میشه تا نشاسته‌های موجود در غلات به قند و نهایتاً به الکل تبدیل بشن. به مخلوط به میزان مشخصی مخمر اضافه میشه تا الکل و دی اکسید کربن آزاد کنه. این مرحله 6 روز زمان میبره. بعد از 6 روز آب جو رو تا زیر نقطه جوش گرم میکنن و به مخازن بزرگ انتقال میدن. نوبت به مرحله تخدیر میرسه که نتیجه اون مایع شفاف با 70% الکله که به اون ویسکی سبز میگن. ویسکی‌ها نیاز به فیلتر کردن دارن که بهترین راه استفاده از زغال چوبه که با ویسکی مشتعل شده. بعد از خاموش کردن آتش، زغال‌ها رو برای فیلتر کردن ویسکی